سلام، امروز میخوایم در مورد یه اتفاق خیلی بزرگ تو دنیای اتریوم حرف بزنیم. یه توکن جدید اومده به اسم لنا که میگن قرار بازی رو عوض کنه. پس بیایید با هم ببینیم داستانش چیه. خب، برای اینکه بفهمیم با چه چیزی طرفیم، فقط به این جمله از کانسنسوس، یعنی خود شرکت سازنده لینا دقت کنید. اونا میگن این مهمترین توکنیه که از زمان خود اتریوم، یعنی ETH، وارد اکوسیستم شده. این یه ادعای خیلی بزرگه واقعاً. بله، اسمش هست لینا و توی این برنامه قراره مو به مو تمام جزئیات مربوط به عرضه و اون ایردراپ خیلی پرسر و صداش را با هم بررسی کنیم. خب بریم سراغ اولین و مهمترین سوال. اصلا این لینا که این همه در موردش حرف میزنن دقیقاً چیه؟ ببینید، خیلی ساده بخوام بگم، فکر کنید اتریوم یه جاده اصلیه که همیشه ترافیک سنگینی داره. حالا لینا مثل یه اتوبان سریع و مدرنه که کنارش ساختن تا این ترافیک رو باز کنه. به این میگن لایه دوم یا L2. کارش اینه که تراکنش ها روی اتریوم رو هم سریع‌تر کنه و هم خیلی خیلی ارزونتر. خب سریعتر و ارزونتر شدن که عالیه، ولی چرا اینقدر مهمه؟ چرا میگن لینا قراره آینده اتریوم رو بسازه؟ یعنی اهمیت واقعی این پروژه کجاست؟ مأموریت لینا خیلی بزرگتر از این حرفاست. هدف اصلی اینه که اتریوم رو برای اومدن میلیون‌ها کاربر جدید آماده کنه. یعنی در واقع داره راه رو برای پذیرش جهانی و عمومی اتریوم باز میکنه. انگار که دارن اتریوم رو برای دهه بعدی فعالیتش آماده میکنن. و اینجا یه نکته فوق‌العاده جالب هست. خود تیم سازنده رابطه اتریوم و لینا رو اینجوری توصیف میکنه. میگن اگه اتریوم طلا باشه، لینا نقره است. اگه اتریوم هانسولو باشه، لینا دستیار وفادارش چوباکاست. این تشبیه‌ها عالیه نه؟ خیلی خوب نشون میدن که لینا نیومده با اتریوم رقابت کنه. اومده که اون رو قوی‌تر کنه. پس نکته کلیدی همینه. همه چیز توی ساختار لینا طوری طراحی شده که آخرش به نفع اتریوم باشه. یعنی هر ارزشی که توی لینا ساخته میشه برمیگرده به شبکه اصلی و امنیتش هم کاملا وابسته به اتریومه. پس لینا یه رقیب نیست، یه بازوی خیلی قدرتمنده برای اتریوم. خب حالا میرسیم به اون بخشی که میدونم همه شما منتظرش بودید. توزیع توکن ها. این توکن های لینا قراره به دست کیا برسه؟ فقط به این عدد نگاه کنید. 85%. یه تخصیص غول آسای 85% از کل توکن ها مستقیم میره برای جامعه و اکوسیستم. میدونستید این بزرگترین صندوق اکوسیستم تو کل دنیای کریپتوه؟ فوق‌العاده است. و حالا نکته شگفت انگیزترش، میدونید سهم تیم پروژه و سرمایه‌گذارای اولیه از این ایردراپ چقدره؟ 0. بله درست شنیدید، 0. حتی یه دونه توکن هم برای خودشون بر نداشتن. این یعنی رویکرد کاملا جامعه محور که واقعا کمتر نظیرش رو دیدیم. خب حالا اون 85% چطوری تقسیم میشه؟ 10%ش که مستقیم ایردراپ میشه به کاربرای اولیه و سازنده ها. اون 75% خیلی بزرگ باقی موندم میره توی صندوق به اسم صندوق اکوسیستم. و نکته جالبش اینجاست که برخلاف خیلی از پروژه ها مدیریت این صندوق با رأیگیری با توکن نیست. یک کانسرسیوم از سازمان های معتبر در موردش تصمیم میگیرن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اون چیزی که برای شما مهمه. آیا شما واجد شرایط این ایردراپ هستید یا نه؟ بیایید ببینیم فرمول محاسبهشون چی بوده. خب چطوری حساب کردن که کی واجد شرایطه و کی نیست؟ اصل کار این بود. باید توی کمپین های لنا شرکت می‌کردید و امتیاز جمع می‌کردید که بهش میگن LXP. حداقل امتیازی هم که لازم داشتید 2000 تا بود. ولی یه شرط خیلی مهم دیگه هم بود. باید یه تایید هویت انسانی یا پوه رو رد می‌کردید. این کارشون خیلی هوشمندانه بود، چون اینجوری مطمئن شدن که پاداش‌ها به آدمای واقعی میرسه، نه به یه عالمه ربات. بعد بر اساس امتیازی که جمع کرده بودید شما رو توی 7 سطح یا تیر مختلف قرار میدادن. منطقش هم خیلی ساده بود دیگه. هرچی امتیازت بالاتر، سطح یا تیرت بالاتر و در نتیجه توکن بیشتری هم گیرت می اومد. ولی داستان اینجا تموم نمیشد.
3 تا راه دیگه هم بود که میتونستید یه بوست یا ضریب تشویقی 10% بگیرید. این جایزه‌های اضافی برای کیا بود؟ برای کاربرای اولیه، کاربرایی که به طور مداوم فعال بودن و اونایی که از محصولات متاماسک مثل سوواپ یا بریج روی شبکه لینا استفاده کرده بودن. این مثال خیلی خوب نشون میده که این بوستات چقدر تأثیر داشتن. فرض کنید شما 4900 امتیاز داشتید و توی سطح 4 بودید. حالا اگه 2 تا از اون بوستای 10% رو میگرفتید، امتیازتون یهو میشد 5880 و این شما رو مستقیم میبرد به سطح 5. یعنی یه پاداش خیلی خیلی بیشتر. بالاخره میرسیم به قسمت عملی ماجرا. اگه فکر میکنید واجد شرایطید، الان باید چی کار کنید؟ کی و کجا میتونید توکن هاتون رو بگیرید؟ این تاریخ‌ها رو حتما یه جا یادداشت کنید. از 3 سپتامبر میتونید برید تو سایت و چک کنید که آیا واجد شرایط هستید یا نه. از 10 سپتامبر هم یه فرصت 90 روزه برای دریافت یا کلیم کردن توکن ها شروع میشه. حواستون باشه این مهلت رو از دست ندید. و یه نکته فوق‌العاده مهم در مورد امنیت. برای چک کردن و گرفتن توکن فقط برید به وبسایت رسمی لینا هاب. لطفاً خیلی مراقب لینک‌های جعلی و کلاهبردارا باشید. دوباره تاکید می‌کنم فقط از آدرس رسمی استفاده کنید. یادتونم باشه اگه توی اون مهلت 90 روزه توکن هاتون رو نگیرید، اونا برمیگردن به همون صندوق اکوسیستم. و در نهایت به این سوال بزرگ میرسیم. آیا لینا با این صندوق اکوسیستم عظیم و این مأموریت بزرگ برای مقیاس پذیر کردن اتریوم میتونه واقعاً همون پلی باشه که اقتصاد جهانی رو به دنیای آنچین و اتریوم وصل میکنه؟ جواب این سوال رو فقط آینده به ما میده. خیلی ممنون که همراه ما بودید.